شما خودتون بگید یک نفر سکته قلبی که سکته کرد رفت جراحی برگرد چقدر خرجش میشه؟ یه عددی بگید. 40 میلیون. این سکته کرده تو دستور طب سنتی اگر ترسو باشه، از حجامت بترسه، درمانش میدونید چیه؟ چند تا سیر بپزید توی آب لیمو، وقتی که پخته شد مقداری عسل اضافه کنید، مقداری زعفران اضافه کنید، این هر 800 یه قاشق غذاخوری بخوره، تمام رگا رو باز میکنه. اگر نه درمانش حجامت عام است، حجامت از بین 2 کتف. اگر میزان درگیری بالای 30% باشه 1 تا 3 مرحله حجامت هر ماه 1 بار، این میشه درمان قلب. حالا نرخ این رو یک نفر حجام پرطمع حساب کنید. حجامت الان نرخش 200 تومن، حالا 100,000 تومن، حالا میگیم خیلی گران میگیریم 50 تومن، 3 تا 50 تومن میشه 150,000 تومن. نسبت 150,000 تومن تا 40 میلیون تومن چقدره؟ در حالی که همین شخص اگر غذا رو درست بخوره، به موقع غذا بخوره، غذا رو درست بجوه، همین سیاه دانه‌ای که گفته میشه همراه غذا باید خورد بخوره، اصلا قلبش انسداد پیدا نمیکنه. اگر این دستور ائمه را اجرا بکنه که در سر هر سفره‌ای که سرکه نیست برکت نیست، یعنی سرکه همراه غذاش باشه، اصلا افزایش کلسترول پیدا نخواهد کرد، افزایش دیابت پیدا نخواهد کرد، انسداد کرونری پیدا نخواهد کرد. یه قاشق سرکه برنامه